نقاشی‌های میرحسین موسوی از عجیب‌ترین پدیده‌های تاریخ جمهوری اسلامیه. نخست وزیر کشور در دوران جنگ هدایت دولت جمهوری اسلامی رو در دورانی به عهده داشت که نظام زیباشناسی مشخص و معین رو تبلیغ می‌کرد و یگانه نوع هنری که به رسمیت شناخته می‌شد نقاشی فیگوراتیو بود با المان‌های ایثار و شهادت و جنگ. میرحسین موسوی اما نقاشی ابستره یا انتزاعی می‌کشید. نقاشی‌هایی که سابقه‌شون نه به جمهوری اسلامی بلکه به جنبش هنر مدرن ایران در دهه‌های 40 و 50 برمیگشت. موسوی این سبک عرفانی مدرنیستی نقاشی رو در دوران نخست وزیری و بعد از اون حتی در دوران حصر خانگی هم ادامه داد.